احسان الله احسان آمر روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که ولی ولایت فرغانه ازبکستان همراه با 120 بازرگان صبح امروز یکشنبه وارد کابل شد. به گفته آقای احسان در این سفر در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور انجام می شود. آمر روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان افزوده است که قرار است این بازرگانان و سرمایه‌گذاران در فرم افغان ازبک که برای یک روز در کابل برگزار می شود اشتراک کنند. سفر معاون نخست وزیر کشور ازبکستان با جمع از تاجران ملی کشور ازبکستان به افغانستان تنها یک سفر دیپلماتیک و سیاسی نبوده، بلکه میتونه یک سفر اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و کشور ازبکستان باشد. کشور ازبکستان در این اواخر توجه و تمایل بیشتر به روابط اقتصادی با افغانستان بیشتر دارد. آگاهان اقتصادی می‌افزایند که سفر مقام‌های ازبکستانی و حضور 120 بازرگان این کشور در کابل می‌تواند فصل تازه از همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و ازبکستان را رقم بزند. به باور آنان گسترش روابط تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه صادرات واردات از مهمترین دستاوردهای این سفر خواهد بود. بنا به شرایط موجود که ما داد سطوت به اکثر کشورها نداریم، کشور پاکستان و به این شکل کشور ایران هم و حوزه خلیج فارس به شکل درستش داد سطوت صورت نمیگیره، طبیعتا گزینه بدیل میتونه کشورهای آسیای میانه بوده باشه و از بین کشورهای آسیای میانه گزینه خوبتر ازبکستان است. ما هم یک بازار خوب میتونیم ازبکستان بوده باشیم، ازبکستان به ما. همزمان عبدالسلام عنیفی معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم گشایش نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت که حکومتداری دیجیتالی یک از نیازهای مهم امروز است و تمام اداره‌های دولتی مکلفند از طریق سیستم‌های دیجیتالی با یکدیگر متصل شوند. یکی از جمله آنها حکومتداری دیجیتالی و حکومتداری برقی هست. در این عرصه هم الحمدلله خیلی کارهای صورت گرفته است. هنوزم کوشش جریان دارد تا این فعالیت انکشاف پیدا کند و یک عرصه هم در عرصه سیستم سازی برای ادارات است. همه ادارات حکومتی باید خدمات خود را از طریق ساختن سیستم های خود و وصل شدن و لینک شدن با دیگر ادارات تا برای هموطنان عزیز ما آسان نماید. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در این مراسم میگوید که در آینده نزدیک روندهای اداری صادرات کشور ساده سازی خواهد شد. ساده سازی و برقی سازی حکومت ما یکی از آرزوهای ماست. ان شاء الله برنامه صادراتم الحمدلله پیش رو داریم. هم مرکز از این جور میشه و همچنان به امید خداوند و مسائل یک پارچه سازی پیش رو داریم. ان قریب افتتاح میکنیم ان شاء الله. این در حال است که در روزهای گذشته جمشید خواجهیوف معاون نخست وزیر ازبکستان در رأس یک هیئت متشکل از 170 تن وارد کابل شد و قرار است با مقام‌های بلندپایه امارات اسلامی دیدار کند. این سفر در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور انجام می شود.